ساکنی ناحیه کوشانیان است. او که در نزد ساحل بخش خما دارد، هنوز از آوان جوانی اکثرا به استخراج و کارکرد کندنی‌های فایده بخش پاشخورده مشغول می‌گردید. اما با ترس و هراس، زیرا آن زمان به ساکنان اجازت نبود که از این حساب فایده به دست بیارند. 2006 هم خیلی کارو بود. من بچی‌هاش بودم نو زنگ گرفتگی خیلی بکار خونه دام لبی دایره اومدیم ابی رفیق منکتی کار کردیم. یعنی چیز فرمای وینی یگان مرده اوی میشه میکوانی دایره را او کم میشه او کم شد مود خدام میتوانست جوی یگان تیلوی تای دایره در رو میبروه. همین حالت بود که کار کردیم در حقیقت هم خیلی لطکا اومده و این یا سه چهار هم خیلی نگیتوی بوز بالا و همه ای دور دیدیم همین اپارات چیزامون او در پارتمون دری جنگل گرفته رفتگی و میکنه ممکن ما را مقصد پرسه یگان مرده یگان چی ندیدیم ما دیگه همین ترس و هم لغت کردگی هم گرفته میریم دری جنگلو. همکنون تنها اکای مهروجیدین بلکه صدها نفر ساکنان کشور ساحل رودخانه ها را منبع اصلی روزگاری خویش شمرده از حساب زرشویی درآمد خوب میگیرند. زرشویی میبینیم سرخی میکنن در لپوتکا همیش سیلو است. از سال 2019 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد تحت رقم 600 درباره اجازه دادن برای کندنی‌های فایده‌ناک پاشخورده با اصول خودفعالی و خودبیاری و ما از طرف مراجعت کنندگان ولایت ختلان 1323 نفر مراجعت کنندگان مراجعت کردند. از آنها 1296 نفر با اجازه‌نامه فعالیت کاری تامین کرده شدند. قریب در همه فصل سال خط دریافت‌های حدودی ولایت ختلان همین خیلی سرودم است. خرد و بزرگ با استفاده چنین دستگاه‌های خودساخت و کارکرد کندنی‌های فایده بخش پاشخورده مشغولند. آخه تاجیکستان کشوری بوی است. خاکش، کوه‌هایش پر از ثروت‌های طبیعی. زیرا که حکومت جمهوری تاجیکستان به ایشان امکانیت داده است تنها بعد گرفتن اجازتنامه از آب و خاک و سنگ زرخیز دیار خویش زر استحصال کنند. درش پسک دیگر نخواهد این خاک زمینی ما خطن گفتی که پای خود بوه آنی گفتم که یکی نیفت گاز از سخن زدن روی توبه کدر خدای توبه یا توبه زرشویی میبینیم سرخی میکنن در لپوتکا همیش سیلو است. هرچند همه این کار توسط دستی سامان داده می شود زحمت زیاد را تقاضا می کند اما با دیدن چنین ذره‌چه های طلا همه این خستگی ها فراموش خواهد شد. جدا میکنیم میبینیم در حقیقت که همین روز تا بگه را کار کردیم هم مهنتی که ما نوجه میبینیم در اون لطه پرتویمون عیادمون میبره میدونیم که همین روز 100 سم کار کردیم یا 120 سم مثال هر رزق روزی همین برای روزگذرانی داریم. قریب که موسمی نیست جامون گرمه زمستان اون سرد بد نیست مقصد میتوانیم که همین در همین 4 فصل سال ما میتوانیم که جایی باشه دسترس کنیم جایی یک داشتگیش کار کرد کنیم. اگرچه این شغل از هر نفر داشتن تجربه و صبر بیشتر را تقاضا میکند اما ساکنان ته‌جایی کار زرشویی را از معاشرت مهنتی دیده بهتر میشمارند چون که با ابتکار رهبرت عالی مملکت ساکنان تنها بر عوض مبلغ کوچک 1 دفعه هنگام گرفتن رخصتنامه دیگر از همه نمود پرداخت‌ها آزادند. تاجیکستان یک بیشتر روی دنیا که ما مثال آزاد کار میکنیم نمیخیر ما تمام همین شاخهای دریا پاشخوردهای طلا را جمع آوری میکنیم به دست میبریم مثال رزق روزیمون نزدیک خوبیش همین که نزدیک خونمون دریا مقصد از ما هم باشه کیلومتر میم آزاد تا بگیر بعد عبید هم وقت داشته باشیم میتونیم با خواب کنیم یک کاری دیگه مونو بریم همین کارمون دوام تیم مدتی نیم ساعت کار کردیم ما همینجا حتی گفتم میتونیم بدیلی پر که 0.200 میلی گرم
ما اینجا уже کارکرد داریم 3-4 نفر سطیل زدیم ممکن 50-60 سطیل ریختیم اینجا 200 میلی گرم уже ما کارکرد کردگیم که 60-70 سومون بگیم در این مدت کارکرد کردیم دستی یکی تیلو باشه تیلو؟ اینش یا تو بخیرم خدای تولو توبه ایشن که نخرهی وقتی که مردمی با چنین کارها تامین میشوند دیگر حاجت به مهاجرت دولتی رفتن نیست به فکر من میتوانند در نزد خانه‌هایشان چه که وای شهروند گفته گذاشتند در نزد خانه‌هایشان برآمده کار کنند بگه روز خروجیشان را جمع کرده باز به خانه‌های خودشان برمیگردند میروند و چه که روز خروجی گفتند جمع آوردگیشان روزشون میگذارند دیگه حاجت به دولت خارجه رفتن نیست. میناداری خود رو پیش از همه به حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمت چنین شرایط فراهم برای مردم همین دهات همین کشورمون همین چیزا نبود به ما اجازه دادن ما یگان نالوگ نمیتیم از نالوگ آزادیم میتوانیم در همین حدود جمهوری در تمام جای همین شاخه‌هایی که طلای پاش خورده میتونیم با اصول خود کارکرد کنیم زندگیمون رو پیش ببریم. شهروندانی که طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با اجازهنامه تامین کرده شدند با هر یک آنها فهمانده داده شده است که وقتی جمع‌آوری کردن از طلا جمع‌آوری کردن بعد آنها میتوانند در نقطه‌های مخصوصی که مغازه‌های مغازه‌های فروش طلا قبول می‌کردگی است در آن جای مخصوص که از طرف وزارت مالیه تامین کرده شده است در آنجا برده طلای جمع آوردگی خودشان را سپارند با مبلغ معین پولشان را گیرند. اکثریت ظرفشویان با تجهیزات خودساخت صبح تا شام در رودخانه و موضع‌هایی که دارای نحوی کندنی‌های فایده‌ناک است فعالیت برده روزی 100 تا 150 سومانی مبلغ به دست می‌آورند. با عقیده متخصصان ساحه نحوی طلایی که از خط ساحل‌ها اهالی جمع‌آوری و کارکرد می‌کنند تمغه 999 از نو بوده تنها از خبت ریگ و شغال که از ساحل دریاها آن را گرد آورده و شستشو می‌کنند کمی صفت خود را گم کرده ارزشش پایین‌تر می‌گردد. به هر صورت در بیرژه جهانی نرخش را $35 امریکایی معین کردند که از حجم این مبلغ هم ساکنان خوشنود بوده از اقدام نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان با خانوادمندی حرف میزنند. قربانیان قربانوف فیروز جان قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوی